گپ عالمه باید با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله سر بیدیم. وقتی که مخالف با شریعت الله بود، مثلا الله میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنا باید کافرها را دوست خود خصوصا دوست نگیرن، خصوصا کافرای حربی که بالفعل تو بمبارد میکنه میزنه. اینا علمای درباری چی میکنن؟ میگه دوستای ماست، نمیگن دوستای امریکایی، نمیگه دوستای ناتویی، نمیگه دوستای فرانسوی، نمیگه دوستای بین المللی ما، جامعه جهانی ما، دوستای جامعه جهانی ما، در حالی که دوستای جامعه جهانی بسته موصل یک شهر کلانه چندین صد مسجد بود و در هر مسجد از اونها چندین هزار جلد قرآن و کتاب بود و را در دادن، تکت تکت کردن. اما تلویزیون ها، چون تلویزیون های جامعه جهانی است، هیچ نمیگن. به هزارها طفل کشتن بسته. شما یک دفعه امیر به انگلیسی چی کنین؟ حتی کافرها راست میگن. والا بسیاری که وقت هست شاید در روز قیامت روی از مسلمان از کافر هم که سیاتر باشه. مسلمانی که کافر دوست خود گرفتن و حق نمیگن. دوادی که مثلا اگر یک مسلمان یک عادی اشتباه کنه، یک عادی اشتباه کنه، مثلا در قندوز یا در مثلا در تخار یا مثلا در بدخشان یا مثلا در هرات یک خادم مسجد البته خسته یک دخترک ماچ کرده، خادم و هم جاروکش، حالا مولای مسجد تجاوز جنسی کرد. ماچ خود تجاوز جنسی نیست، و هم خادم کرده. یه کتا میرندم اخبارها حاصل میبردن. اما بسته یک شهر کلانه که چند میلیون نفوس داشت، کلش از زن و مرد و طفل و کل از یارسای گرفتن، هم از یک سر هم تو بمباردمان کردن. این حال اینی را باز دوست میگیره. این حال بسیاری کسا دموکراسی چی است؟ انسان سالاری است. انسان سالاری یعنی ضد چی؟ خالق سالاری. برای دموکرات ها شما برین در هندوستان دموکراسی است. ما رفتیم در هندوستان نان میخوردیم، سر میز ما اونجا شراب ما گفتیم شراب اوزو که سر میز ما گفت نه. اینجا گفت خالق سالاری نیست، اینجا انسان سالاری است. اینجا دموکراسی برای ما شرابه حلال گفته. لافول چی مانا؟ لافول چی مانا؟ کسایی که انگلیسی بفهمن حلال کفی چیست؟ لا یعنی قانون میگه، نه یعنی قانونی شده. قانون است که شراب اینجا حرام نیست، پس تو حق نداری که شراب از سر میز وسو کنی. اگر نه خودت نمیخوری نخو، اما یک میز از نشک هست که بیای بخوره، تو باید چیز نکنی. پس اینال بسیاری کسا در شرک در اطاعت مبتلا هستند. این شرک در اطاعت میگن، شرک در حاکمیت میگن.